الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع از سنت. ما در هفته گذشته آیاتی که مرتبط به احادیث معراج یا حادثه اسراء و معراج بود بیان نمودیم، یعنی آیاتی که بیانگر این حادثه بسیار عظیم و بسیار تاریخی و یکی از علائم نبوت پیامبر است صلی الله علیه و سلم بیان نمودیم. و این حدیث و تمام مسائلی که در این حدیث وجود دارد بیانگر این است که احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم وحی است از جانب پروردگار، چون این مطالبی که در این احادیث و احادیث مرتبط به آن وارد شده همه مطالبی هستند بسیار بزرگ و بسیار عظیم که واقعا جای خود دارد انسان در آن تأمل و اندیشه کند. و می توانم بگویم این بحث معراج هم یکی از اون مواردی است که به صورت تواتر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به دست ما رسیده، یعنی تعداد بسیار بسیار زیادی از صحابه این حدیث را برای ما روایت نمودند و یعنی معدود مطالبی وجود دارد این همه تعداد از اصحاب حدیثی را برای ما نقل کنند. اما حادثه اسراء و معراج یکی از اون حوادث و اون احادیثی است که از طریق تعداد بسیار زیادی از صحابه به دست ما رسیده است. دوست داشتم که اشاراتی کنم به تعداد، یعنی اون تعداد از اصحابی که این احادیث را روایت نمودند یا حدیث اسراء و معراج را روایت نمودند. و من به تفسیر امام ابن کثیر سعی میکنم اون مطالبی که امام ابن کثیر بیان میکند که خود امام ابن کثیر هم مفسر است، هم محدث است، هم مؤرخ است. حالا ما اگر نگیم فقیه هم هست، ولی این ستا دیگه به یعنی نزاعی در آن وجود ندارد. حالا امام ابن کثیر برای ما نقل می کند، می فرماید حافظ ابو الخطاب عمر بن دحیه در کتاب خودش التنویر فی مولد السراج المنیر، یعنی کتابی دارد در مورد ولادت رسول خدا صلی الله علیه وسلم، یعنی در واقع باید بگوییم در سیره رسول خدا صلی الله علیه وسلم، و در آنجا حدیث اسراء را از طریق انس بن مالک نقل می کند و خیلی میگه با صورت قشنگ و زیبا آن را بیان می کند. بعداً می فرماید روایات حدیث حادثه اسراء از چه کسانی روایت شده؟ می فرماید از طریق عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، ابن مسعود، ابو ذر غفاری، مالك بن صعصعة، ابو هريرة، ابو سعيد خدري، ابن عباس
شداد بن أوس، أبي بن كعب، عبد الرحمن بن قرط، يعني الآن شو 11 نفر، أبي حباء وأبي ليلى أنصاري، این دو تای دیگر و هدو أنصاري هستن، عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وحزيفة وبريدة وأبي أيوب وأبو أمامة وسمري بن جندب وأبي حمراء وصهيب الرومي. این شد تا الان 21 تا. و أم هانئ وأم المؤمنين عائشة وأسماء که این دوتا دختر ابوبکر صدیق هستند، رضای خدا بر همه باد. و اینها یعنی این مجموعه که شد چند تا؟ 24 نفر از صحابه این را روایت نمودند. حالا میگه بعضی از اینها به صورت مفصل همه را بیان کردن، تمام حادثه را، و بعضی هم آن را به صورت مختصر بیان نمودند بنابر اون کتاب‌های مسانیدی که در آن وارد شدند. حالا میگه هرچند حالا ما بگوییم در میان بعضی از این روایات ممکنه شروط صحت نداشته باشد، اما میفرماید فحدیث الاسراء اجمع علیه المسلمون، حدیث اسراء، حادثه اسراء، تمام مسلمانان بر آن اتفاق دارند، اجماع دارند. و اعرض عنه الزنادقة الملحدون، و تنها زنادقه ملحد از آن روگردان بوده اند و آن را قبول نکرده اند. که بعدا امام ابن کثیر میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. آنها میخواهند نور خدا را با سخنان باطل خود خاموش کنند، با باد دهن خود خاموش کنند، اما پروردگار نور خود را به اتمام میرساند هرچند کافران یعنی برای کافران ناخوشایند باشد و دوست نداشته باشد. پس خواستم من به این مطلب اشاره کنم که امام ابن کثیر در تفسیرش تعداد بسیار زیادی از این احادیث را نقل می کند، یعنی اون روایتی که از ام المؤمنین عایشه و روایتی که از عبدالله بن مسعود و یعنی به طرق مختلف، نه تنها از یک طریق، یعنی چه کسانی از ام المؤمنین، از عبدالله بن مسعود، از مثلا عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله، از انس بن مالک و بعدا از ابو ذر و اینها، یعنی تعداد بسیار زیادی که یکی دوتا نیست. انس بن مالک از طریق مالک بن صعصعه، اون هم یکی دیگر از اون طریقش هست. یعنی امام مالک بن انس یک بار از مالک بن صعصعه روایت می کند، انس بن مالک از مالک بن صعصعه یک بار روایت می کند و یک بار دیگر انس از ابو ذر روایت می کند و یک بار دیگر انس از ابی بن کعب انصاری روایت می کند. یعنی خود انس بن مالک که صحابی است و یکی از خادمان و خدمتگزاران رسول الله است صلی الله علیه و سلم، یک بار هم یعنی از 3 تا صحابه این را شنیده و نقل می کند. چون انس خودش سنی نداشته در اون موقع، سن و سالش خیلی کم بوده، اون چیزی را ندیده. یعنی بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت می کند، اون وقتی که به خانه رسول الله می آید 10 سال سن و سالش 10 سال است، یعنی در سن 10 سالگی تقریبا 10 سال خدمت پیامبر خدا بوده صلی الله علیه و سلم. در اینجا
این مجموعه احادیث را امام ابن کثیر روایت میکند و اونها که دیگه همه احادیث بیان میکند که در چه سند این احادیث در چه حدیث. حالا مطلب این بود که این حدیث اسراء و معراج گفتم از معدود مسائلی است که بسیار تعداد بسیار زیادی الصحابه آن را روایت کردند. امام سیوطی در کتابی که در ارتباط با احادیث متواتر نوشته، الازهار المتناثره في الاحاديث المتواتره. این احادیث متواتر امام سیوطی مثلا احادیثی که 10 نفر از صحابه آن را روایت کرده باشند میگه احادیث متواتر. حالا این 20 چند نفر از صحابه روایت کردن، یعنی برای 2 تا حدیث متواتر کافی است. البته در واقع اگر ما با دیده دیگری نگاه کنیم برای 5 حدیث متواتر اصلا کافی است، چون حدیث متواتر به تعداد کمتری به حد تواتر میرسد. یعنی شما 5 تا صحابه یک حدیثی برایتان نقل کند، شما شک میکنید این حادثه در صحیح نبودن این حادثه؟ نه، انسان یک صحابه هم شکی در مورد یک صحابه هم نداره. حالا اگر بگویید اصلا یک صحابه احتمالاً اشتباه بکند، این بله، اما این که حالا شد 2 تا احتمال اشتباه خیلی کمتر میشه، حالا شد 3 تا احتمال اشتباه باز خیلی خیلی کمتر میشه، حالا که شد 4 تا دیگه احتمال اشتباه اصلا به 0 میرسد، حالا شد 5 تا دیگه چه کسی شک میکند که چنین حدیثی هیچ شکی ندارد، یعنی مثل این که خودت دیدی به آن باور میکنید. این میشه متواتر. یعنی تعدادی که خبری برایتون نقل کنند که اینقدر دیگه به اون خبر اطمینان پیدا کنید که دیگه انگار خودت خبر را دیده اید. این میشه خبر متواتر. و متواتر یعنی چی؟ یعنی متتابع، یعنی پشت سر هم یکی پس از دیگری آن را نقل می کند. حالا برای حدیث متواتر اصلا عدالت راوی شرط نیست. برای اخبار متواتر ما اینجوری بگوییم اصلا، یعنی در واقع این آحاد و متواتر هیچ ارتباطی به حدیث ندارد، چون شروط احادیث با شروط اخبار متواتر اصلا خیلی از هم جدا هستند. اما علما آن را وارد کردند، یعنی این وارد شده، انا وگرنه این اخبار برای اخبار بیرون است که از عامه مردم خبری دریافت میکنید. چه وقتی شما میتونید روی اون خبر اطمینان حاصل کنید؟ وقتی که تعداد بسیار زیادی اون حادثه را افراد متعدد که همدیگر را نمیشناسند، به همدیگر ارتباطی ندارند و خبری را از داخل مثلا بازار یا در جایی خبری را مشاهده نموده اند برای شما نقل میکنند. حالا این خبر چه وقتی شما به یقین میرسید، حالا مثلا شما فرض کن 5 نفر 10 نفر 20 نفر 30 نفر، ممکنه شما چون مردم عادی هستند، در میان این مردم ممکنه انسان مسلمان، کسانی که ایمانشون قوی است، ایمانشون ضعیف است، انسان فاسق، حتی انسان کافر اون خبر داره نقل میکند. شما کاری به شخصیت افراد ندارید، فقط کار به چی دارید؟ به خود خبر کار دارید. اگر تمام این افراد که دارای شخصیت های مختلف و گوناگونی هستند و دارای اصلا از نظر درجه خوب و بدیشون مختلف هستند، خبری برای شما نقل می کنند و اون خبر تمام این افراد همه به صورت به یک گونه برای شما نقل می کنند، شما یقین پیدا می کنید خبر حقیقت دارد. این میشه خبر متواتر. حالا این خبر متواتر در مورد حدیث، چون علما راضی نبوده ان حدیثی را از غیر از انسان عادل، نه تنها عادل باشد
بلکه حافظه قوی هم داشته باشد حاضر نبودن حدیثی را نقل کنند. پس این بحث اصلا هیچ ارتباطی به حدیث ندارد. حالا در علم حدیث بحث آحاد و متواتر می شود یک بحث بسیار بسیار بی‌معنی است. حالا وقتی که بحث می شود، حالا این مطلبی که من دارم بیان میکنم ممکنه خیلی ها تعجب کنند، ولی تعجب نکنید، هیچ بحث متواتر و آحاد به حدیث ارتباطی ندارد. حالا هر کسی میگوید پس حدیث متواتر داریم و حدیث آحاد داریم، چرا همه گفتن؟ بعد از این که از طریق متکلمین و از طریق در واقع این اخبار متکلمین است که وارد اخبار ما شده است و وارد احادیث شده، وگرنه ما در علم حدیث نیازی به چنین بحثی نداریم اصلا. چون شروط قبول حدیث و شرط راویان دیگه تمام این مسائل را برطرف میکند. چون ما از راوی مجهول حدیث قبول نمی کنیم. از کس راوی مجهولی باشد، ناشناخته باشد، حتی شناخته شده باشد، میدونی فرزند کیست، پدرش چیست، مادرش کیست، بچه اهل کجاست، اما وضعیتش نمیدونی چه انسانیه، چگونه انسانی هست. یا حتی این هم را میدونید اما میدونی اهل حدیث نیست، پس حدیث از قبول نمیشه. از غیر اهل حدیث قبول نمیشه. همچنان که امام مالک میفرماید، میگه خیلی افراد زیادی بودن که مورد اطمینان بودن 100%، اما برای ما اخباری نقل میکردن ما قبول نمیکردیم چون اهلش نبودن. باید از کسی حدیث را قبول کنیم اهل حدیث باشد. کسی اهل حدیث نباشد حدیث ازش قبول نمیشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک انسانی که هیچ ارتباطی به روایت حدیث ندارد حدیث نقل کند اعتبار نداره حرفش. پس بحث آحاد و متواتر هیچ ارتباطی به حدیث ندارد. حالا ما میتونیم ازش استفاده کنیم، فقط به عنوان از اصطلاحش استفاده کنیم، اشکال ندارد، اما ارتباطش یعنی ماهیت آن به حدیث ارتباطی ندارد. چون ما حدیث از انسان هر کسی قبول نمی کنیم. اگر قرار بود ما حدیث را از هر کسی قبول می کردیم، کافر باشد، مسلمان باشد، فاسق باشد، ظالم باشد، هرچی باشد، دیگه مثل همون کتاب های روافض می شد که دیگه می شد انبار چی؟ انبار دروغ و کذب و دروغ. ما اینجوری نکردیم. اهل سنت چنین کاری نکردند. اهل سنت از اهل ایمان احادیث را قبول کردن. باید اهل اسلام باشد و اهل عدالت باشد و یعنی اگر در این عصر بود شما شاید کسی را پیدا نمی کردی که حدیث را ازش بگیرید، چون اون شروط اینقدر سخت است که شاید گیر نیا شما در این عصر، ولی اونا از کسان از اون افراد حدیث را گرفتند. در نتیجه این بحث آحاد و متواتر، حالا مثلا بعضی میگوین حدیث آحاد مفید ظن است. نه حدیث نه، بگو خبر آحاد مفید ظن است. نه حدیث ربطی به حدیث نداره این بحث. خبر آحاد مفید ظن است، خبر متواتر مفید یقین است. بله، ولی حدیث همش صحیح است و همش مفید علم است. علم را به انسان میرساند. حالا شما بگویید یک نفر احتمال اشتباه به او داده شود، بله. 2 نفر که شدن دیگه احتمال اشتباه خیلی کم میشه. حالا 3 نفر شد دیگه اشتباه نمیمونه. شما مثلا بگویید آقا امام ابو هریره خبر را اینجوری نقل کرد، عایشه همون خبر، انس بن مالک همون خبر نقل میکنند رسول خود، تمام دیگه شما چه شکی پیدا میکنید؟ در نتیجه اگر ما بیاییم درجات، یعنی ما بیاییم یک معیاری برای احادیث متواتر قرار بدهیم، یعنی اگر من بیایم یک کتاب را در این رابطه بنویسم، میگم آقا 3 تا راوی روایت کردن کافی است. حالا ما خیلی زول زدیم بگیم 4 تا، مثلا شهادت زنا. یعنی کسی اگر 4 نفر زنا را مشاهده کردن برای قاضی گفتن، تمام قاضی به صورت قطع در مورد آن حکم صادر می کند، به شرط اینکه 4 نفر خود عمل زنا را دیده باشند. عمل زنا، نه اینکه بگوین ما فقط دیدیم یک زن و مردی را کنار هم دیدیم، در یک خونه دیدیم، در یک اتاق دیدیم، حتی دیدیم اونا روی هم خوابیده بودند. این هم کافی نیست، الا باید اون حالت، اون عمل زنا به صورت واضح و روشن دیده باشند.
خیلی خوب، حالا ما زیاد فشار برای خودمون بیاریم. بالاترین چیزی که در قرآن برایش شهادت در شهادت بیان شده 4 تا شاهد است. بیشتر از این ما نداریم در قرآن. حالا من اگر بیایم در مورد احادیث متواتر کتابی را بنویسم، میگم آقا 4 تا کافی برای حدیث متواتر، که قسمت زیادی از اهل علم بر این هستند. تمام 4 نفر صحابه حدیثی را روایت کردن متواتر است. پس در نتیجه این حدیث اسراء که 24 تا روایت کرده اند، به اندازه 6 تا حدیث متواتر در واقع کافیه برای 6 حدیث متواتر. این یک بحث مهمی بود به نظر خودم که به ذهنم اومد که بیان کنم. یعنی اصلا من قبل از اینکه این بحث رو آغاز کنم چنین چیزی تو ذهنم اصلا نبود. الان دیگه یک دفعه به ذهنم خود این مسئله را بیان کنم. و امام ابن حجر این مسئله را به صورت جالب و قشنگ در نخبة الفکر بیان می کند که بحث احادیث آحاد و متواتر هیچ ارتباطی به علم حدیث ندارد، ارتباطی ندارد. اما برای تفهیم، حالا مثلا کسانی میگن آقا حدیث آحاد مفید ظن است. نه، خبر آحاد مفید ظن است. خبری که در بازار و در دنیا مشاهده میکنید، در دنیا به شما، به گوش شما میرسد. از دیگه در اونجا برای خبر متواتر شما کاری به چی ندارید؟ کاری به شخصیت انسان ها ندارید. آقا حافظه خوبی دارد، انسانی خوبی است، دروغگوست، مسلمان است، کافر است، مسیحی است، یهودی است، کاری به اینا ندارید. خبری به شما برای شما نقل میکنن، هر وقتی در مورد اون خبر به یقین رسیدی اون خبر متواتر است. اما حدیث ما گفتیم این اصلا خارج از باب حدیث است، ولی ما از این اصطلاح، 2 تا اصطلاح میتونیم استفاده کنیم برای تفهیم، برای اینکه مردم متوجه بشن. حالا اگر گفتیم حدیث آحاد، میگیم آقا حدیثی است 1 نفر روایت کرده باشه از صحابه، یا 1 نفر از یا 2 نفر یا فوقش 3 نفر، که علما میگن حدیث وقتی که 3 نفر در همه طبقات سند از 3 نفر کمتر نباشد، اون حدیث میگن مشهور است. مشهور یعنی چی؟ یعنی دیگه برادر متواتر است، یعنی چیزی نمونده که متواتر بشه. حالا بعضی گفتن اگر شد 4 تا دیگه مستفیض است. در قول احناف مشهور و مستفیض یا مستفیض که به زبان فارسی تلفظ کنیم، مستفیض میشه مستفیض. این مستفیض میشه یعنی قوی‌تر از مشهور است، که شکی نیست چون 4 تا طریق دارد. دیگه بعد از اون میشه متواتر، راه دیگری نیست. یعنی علما برای حدیث احاد دیگه غیر از این چیز دیگری نگذاشتن. گفتن طریق اول 1 طریق داشته باشد غریب است، 2 تا داشته باشد عزیز است، 3 تا داشته باشد مشهور است. حالا جمهور علما بجز ابو حنیفه میگن تمام همون 3 تا مشهور است. حالا مستفیض و مشهور نزد علما، جمهور علما یکیست. مستفیض یعنی اینقدر از طریق مختلفی آمده دیگه مثل فیضان میکند، یعنی سیلاسا روایت شده. یعنی شما 4 تا از طریق 4 نفر روایت شد، سیلاسا دیگه خبر به شما رسیده. ولی 4 نفر همه اهل عدالت باشند، همه حافظه خوبی داشته باشند و همه اهل فن باشند. نه اهل فن نباشند. این نکته خیلی مهم است. یعنی این بحثی که الان من در اینجا گفتم بحثی است بسیار بسیار با اهمیت و با ارزش، و قبلا با این صراحت نگفتم. احساس میکنم گمان میکنم به این صراحت، به این گونه قبلا بیان نکرده بودم، و خیلی ضروری و خیلی مهم است این مطلب که به آن توجه شود. در نتیجه بعد از اون دیگه نگفتن دیگه ما برای حدیث آحاد تنها این چند اصطلاح داریم: غریب، عزیز، مشهور، مستفیض. دیگه بعد از اون نداریم. یعنی چی بعد از اون؟ دیگه تواتر داریم. تمام. یعنی اگر ما قول جمهور و حتی قول احناف را در نظر بگیریم، تمام دیگه بعد از 4 میشه متواتر. یعنی ما اگر این را در نظر بگیریم شد 5 تا میشه متواتر.
ولی من میگم 4 تا متواتر است، 3 تا هم متواتر است، هیچ فرقی نمیکنه. حالا ما گفتیم اگر الهام بگیریم از کلام خدا و از قرآن، نهایتا همون 4 شاهد که برای زنا که اجازه داشته باشی جان یک انسان را بگیرید، چون وقتی که کسی را میکشید ما اجازه دارید او را رجم کنید. پس کار آسانی نیست. جان انسان ها اینقدر آسان نیست که شما راحت بتونی جان کسی را بگیرید. یعنی اگر 4 شاهد عادل گفتند و آن را دیده بودند، شما شک نمی کنید این خبر حقیقت دارد. اما اگر 3 تای عادل بگویند، باید 80 ضربش تازیانه بخورند، چون کافی نیست. حد نصاب 4 است. یعنی چی؟ یعنی اگر یکی زنا را دید حق ندارد نفس بکشد و پیش کسی بیان کند. 2 نفر دیدن حق ندارند. 3 نفر دیدن حق ندارند. 4 نفر حقیقی در همون لحظه و دقیقا مثل میل در داخل همون سرمه، مثلا وقتی که مثلا کسی که با اون میلی که چشمش را سرمک میکشد چجوری اون میل وارد اون سرمدان میکند تا سرمه را برون بکشد و چی بکنه، میگه مانند اون میل عورت این دوتا را عورت مرد را در داخل عورت زن مشاهده کنند، وگرنه حق ندارند. پس ما میگیم این 4 تا دیگه کافی برای یک حدیث متواتر. پس این نکته فراموش نشود. ظاهرا این یعنی خیلی طولانی شد. با هم میان برنامه نگاه میکنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، اکنون وارد حدیث شویم. پس حدیث اسراء و معراج آنچنان که امام ابن کثیر بیان می‌فرماید 24 تا صحابه روایت نمودند. پس حدیثی است متواتر. اما همچنان که امام ابن کثیر می‌فرماید، میگه این که خطا یا اشتباهی در بعضی از طریق وجود داشته باشد، این یک امر طبیعی است. انسان هستند و انسان دچار اشتباه می شود. اما اون قسمت از حدیث که همه بر آن اتفاق نظر دارند، یا حداقل بگوییم 4 تا از صحابه بر آن اتفاق نظر داشته باشند، متواتر است. اون قسمتش تنها 1 نفر میگوید و اشتباه در آن ایجاد می شود، اون قسمتش متواتر نیست. حقیقتا امام ناصر سبحانی خدا رحمتش کند که این هفته گذشته قاتل او، اون کسی که او را و شاید بگویم صدهای دیگر سبب اعدام صدهای دیگر شد، همون محمد ریشهری که خداوند متعال او را آنچنان که شایسته است با او رفتار کند، با او معامله کند که خواهد کرد. این کسی که این جنایت کرد و کاغ ناصر سبحانی را به شهادت رساند و اعدام نمود، که می گفت کاغ ناصر سبحانی، استاد ناصر سبحانی، که استاد ناصر سبحانی من گفتم در عصر خودش عالمی مثل خودش را به چشم ندیده. یعنی نمیگم در تمام مسائل شرعی، ولی در بسیاری از مسائل شرعی عالمی به چشم خودش مثل خود ندیده. یعنی چی؟ یعنی استادهای خودش در سطح خودش نبودن. یعنی به جای رسید که از استادهای خودش هم پیشی گرفت در بعضی موارد. مثلا اون موارد، مثلا در بحث لغت
در بحث مثلا قرآن، معلومات قرآنی، تفسیر قرآن، فهم قرآن، در این دو مورد بسیار بسیار قوی بود واقعا. حالا من نمیگم در حدیث کسی مثل او وجود نداره، نمیگم در فقه کسی مثل او نیست، نمیگویم در تاریخ کسی مثل او نیست، اما نمیگم کسی نیست، کس هست، در عصر خودش مثل خودش نبوده. وگرنه مثلا شاید اساتید خود در بعضی جاهای دیگر از او قوی تر بوده باشند و حتما، اما در بعضی موارد به حدی پیشرفت کرده بود واقعا که کسی در عصر خودش مثل خودش ندیده بود. در نتیجه این شخص بزرگوار که خود ریشهری او را شناخته بود، گفتن که چرا این مرد بزرگوار را شهید کردی؟ گفت این که علیه شما سلاح به دست نگرفته بود، مسلح نشده بود و شما چه حق داری به خاطر تنها عقیده‌ای که او دارد، اختلاف نظری که با شما دارد، او را اعدام میکنید؟ میگوید چون قلم او شدیدتر از سلاح او بود علیه ما، چون او واقعا اعتقادات خیلی در بعضی موارد تند بود، خیلی در بعضی موارد، بسیاری از مواردم منهجش یک منهج کاملا معتدل اهل سنت بوده، اما در بعضی موارد ممکنه تند بوده. به هر صورت اون چیزی که اعتقادی که در مورد رافضیان داشت همون منهج اهل سنت بود، هیچ از اهل منهجش منهج سلیم و معتدل اهل سنت بود نسبت به رافضیان. و اون هم نظرش این بود که عامه عوام روافض را تکفیر نمی کرد و این منهج اهل سنت است، عوام الناس، ولی علمای روافض را از ابو جهل مشرکتر می دونست که واقعا مشرکتر بودن. قطعا هیچ مشرکی در تاریخ ما سراغ نداریم به اندازه رافضیان مشرک باشند، یعنی در تاریخ ما نداریم. حتی امروز اون کسانی که موش را میپرستند، اون کسانی که گاو را میپرستند، اون کسانی که بودا را میپرستند، مطمئناً اینقدر به اندازه رافضیان منحرف نیستند، چون اونا اصلا تصورشون بر این نیست این موش یا این گاو در ربوبیت هیچ تأثیری داشته باشند، ولی اونا معتقد هستند اون امامانی که خود را به آنها چسبانیدند که هیچ ارتباطی به آنها ندارند، آنها را مثل خدا تصور میکنند، بجز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که کاری به پیامبر ندارند. شما در تمام ایران نگاه کن، هیچ گونه احترامی به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عملا نمیبینید. یعنی در از سخن بزرگان آنها، از سخن علما، مراجع و اینها، هیچ اهتمامی و اهمیت دادنی به خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم در آنها وجود ندارد. تنها امام حسین، فاطمه، علی و بقیه امامانی که پایین میایید، مثلا حالا بگوییم جعفر صادقی، کمی دیگه، تمام کسی اهمیت ندارد. و یک امامی که اصلا وجود ندارد، یعنی یک چیز دروغ به دروغ ساخته اند، همون امام مهدی. اینها یعنی تنها این چند نفر در نظر آنها، همه اینها یعنی به عنوان مانند خدا به آنها نگاه میکنند. پس ما در هیچ تاریخ هیچ مشرکی نداشته اینقدر مشرک باشد. یعنی هرگز ابو جهل و ابو لهب و مشرکین عرب که 360 بت را در داخل کعبه داشتند، اعتقادشون در مورد اون بت ها به اندازه اعتقاد رافضیان در مورد امامان خود بد نبوده. حالا خواستم اشاره کنم به این نکته بسیار زیبای استاد ناصر سبحانی. یک بحثی دارد در مورد تصویر. تصویر یعنی عکس، نقاشی، کشیدن عکس، نقاشی کردن در واقع. یعنی احادیثی که در اون رابطه وجود دارد که هر کسی مثلا عکسی را، رسمی را، نقاشی را بکشد، بعدا
در آخرت از او خواسته می شود که باید آن را جان در آن بدمد. یعنی در اصل مسئله تصویر یک تحقیق قشنگ و زیبایی دارد. در این ارتباط نکته زیبایی را بیان می کند که من الان اشاره کردم و امام ابن کثیر هم همین می فرماید و بقیه اهل علم. مثلا امام ابن کثیر وقتی که در مورد این احادیث اسراء و معراج صحبت می کند می فرماید در جزئیات، مثلا در روایت یکی از راویان ممکنه توش یعنی دچار خطایی یا اشتباهی شده باشد، اما وقتی که در آن اتفاقی در آن وجود داشته باشد، یعنی همه راویان در آن در چیزی بر آن اتفاق دارن، دیگه شکی در آن نیست که اون 100% تمام است و درست است. حالا مسئله ای که امکان ناصر میفرماید در باب تصویر، اون مجموعه احادیثی که همشون بر یک چیزی متفق هستند، اون میشه نقطه اشتراک در همه این الفاظ حدیث، این میشه متواتر، این شکی نیست، همه علما بر این اتفاق دارند. ولی اون جاهایی که مثلا تفردات دارد که علما با آن میگن تفرد به فلان، یعنی این قسمت از حدیث فقط فلانی گفته، حالا این فلان اگر مخالفتی داشته باشد با بقیه و قابل جمع نباشد از نظر شرعی و تمام محدثین میگوین اون بخش میشه چی؟ میشه شاذ. شاذ یعنی به آن عمل نمیشه. تمام حدیث شاذ حدیث ضعیف است. حالا فرض کن راویش هم ثقه باشد، راویش هم مورد اطمینان باشد، راویش عادل هم باشد و حافظه 100% قوی هم داشته باشد، اما وقتی که چیزی را میگوید مخالفت میکند با راویان بیشتری، اونها مثل او هستند، هم عادل هستند، هم ثقه هستند، هم حافظه خوبی دارند. در اینجا ما خطا را به یکی نسبت بدیم بهتر است که خطا را به همه نسبت بدیم. ابن ناصر هم همین بیان میکنه در اون رساله، چیز قشنگ و زیبایی است. در نتیجه در مسئله معراج بعضی مواردی وجود دارد که اون موارد در روایت یک طریق از اون روایت وارد شده، بقیه روایات به آن اینجوری بیان نمی کنند. مثلا کسانی دیگه اختلاف الفاظ احادیث با توجه به اختلاف راویان کاری کرده که مردم بعضی تصور میکنن که این مسئله اسراء و معراج مثلا چند بار اتفاق افتاده، یا مسئله معراج چند بار اتفاق افتاده، یا مثلا فکر میکنند هم در حالا اختلافی در آن هست، آیا در حالت بیداری انجام گرفته، آیا در حالت خواب بوده، آیا فقط با روح بوده، آیا با جسم و روح بوده. اختلافات هست با توجه به اختلاف الفاظ در بعضی از این الفاظ حدیث. به همین خاطر که امام ابن کثیر به این مسائل اشاره می کند که می فرماید والحق، قول حقیقی، قول حق این است که پیامبر علیه السلام اسری به یقظة لا مناما، در حالت بیداری به او شب روی شده، نه در حالت خواب. از مکه تا بیت المقدس سوار براق شده و از اون به بعد هم بالا رفته. به چه وسیله‌ای؟ خود معراج اسم آلت است، اسم مثل ابزار. مثلا معراج مثل مفتاح، مفتاح یعنی آلت باز کردن، کلید باز کردن، کلید. معراج هم یعنی وسیله عروج، وسیله‌ای که به آن بالا بروید. مثلا بگویید مثل آسانسور، آسانسور میتواند اسمش را بگوییم معراج، هرچند امروز به آن میگویند مصعد. مصعد هم اسم مکان است، اسم آلت هم هست، یعنی وسیله‌ای که به آن انسان صعود میکند. معراج هم اینه، یعنی وسیله‌ای که به آن صعود میکنید، عروج میکنید. عروج یعنی بالا رفتن. پس در احادیث معراج این هم بیان شده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم معراجی برایش آوردند. معراج برایش آوردند یعنی چی؟ یعنی وسیله‌ای که بر آن سوار شود و او را بالا ببرد. جبریل که خودش راحت
دیگه راه خودشه، مرتب میاد و میره. در بین آسمان و زمین مرتب کارش بوده از وقتی که خدا او را آفریده و بعد از اینکه انسان را آفرید و پیامبرانی را مبعوث نمود، دیگه جبریل کارش سفارت بوده، سفیر بوده، کار سفارت کرده. کار سفارت، خود سفارت مصدر است، یعنی مسافرت در بین خدا و پیامبر انسانی، یعنی سفیری بوده در بین خدا و در بین پیامبران خود علیهم الصلاة والسلام. علیه علی جبریل و علیهم الصلاة والسلام، بر همه صلوات خدا باد. حالا در اینجا وقتی که این معراج دوتایش اسم آلت هستند، هم اسم زمان هستند، هم اسم مکان هستند، هم اسم آلت هستند. معراج، مصعد، معراج یعنی وسیله‌ای که با وسیله آن بالا رفته. حالا این وسیله دیگه خدا خودش میدونه چی بوده. میگه من اون وسیله که برایم آوردند 2 تا پله داشته، یک پله از طلا، یک پله از نقره، بر آنها بالا می رفته. تمام. حالا یک پله برقی بوده، سریع بالا رفته، مثل پله برقی هایی که ما میبینیم، اما دیگه نه، مثل این خیلی کنده. البته این هم میتونی سرعت بیش بدی، ولی پله برقی هایی هست که یعنی پله ای بوده که خیلی سریع تونسته با یک حرکت به آسمان اول رسیده، به حرکت دوم به آسمان دوم رسیده، حرکت سوم به آسمان سوم و همچنین. حالا ما اگر بیاییم یکی یکی، حالا چون خیلی وقت مطالب خیلی طولانی شد، من به سرعت بیان کنم دیگه. حالا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه وارد بیت المقدس می شود که بیان کردیم، در اونجا همون براقی که همراه داشته، چون میگه اوتیتو بالبراقی، این را بیان کنیم که میفرماید من یک براقی برایم آوردند. البته حدیث را کمی بیان کنیم. میگه اون شبی که به من شب روی شد، من در مکه، در کعبه، در کنار همون حجر اسماعیل خوابیده بودم که یک دیوار اضافه است کنار کعبه، همه میدونند. میگه یک شخصی آمد پیش من، اون یا در اونجا میگه خوابیده بودم، به همین خاطر بعضی فکر میکنن دیگه حالتی خواب رفته. و میگه فقد یا فشق ما بین هذه الى هذه، میگه از اینجای منو شکافت تا نزدیک موهای زیر ناف، همه را یک دفعه شکافت و باز کرد، یعنی یک عمل جراحی را انجام داده. من ثغرة نحره الى شعرته، که گفتم دیگه از اینجا تا همون موهای زیر ناف. میفرماید فاستخرج قلبی، قلب من را بیرون آورد، ثم اوتیت بطست من ذهب مملوءة ایمانا. میفرماید بعداً تست یعنی تشت، تشتی برای من آورده شد، یک تشت طلایی برایم آوردند که پر از ایمان بود. در یک لفظ دیگر میگه پر از ایمان و حکمت بود که قلب من به وسیله آن شسته شد، سپس قلبم دوباره وارد به جای خود برگردانده شد و به مثل حالت اول کاملا درست شد بدون مشکل. بعدا ثم اوتیت بدابة دون البغل و فوق الحمار ابیض. میفرماید بعدا یک حیوانی، یک الاغی برای من آوردن که بالاتر از، یعنی کمی بزرگتر از یک الاغ بود، یعنی از یک خر، و کوچکتر از قاتل. یک الاغ سفید برایم آوردند که در فارسی هم میشه گفت سپید هم سفید
دوتایش بالاخره با رنگ سفید آوردن برای من و اسمش براق بود. براق از ریشه برق است. برق یعنی مانند برق میپرید، مانند برق میجهید، مانند برق حرکت میکرد. یعنی اونجوری که نگاه میکرد میفرماید یضع خطوه عند اقصى طرفه فحملت علیه. میگه قدمش را کجا میگذاشت؟ یعنی یک قدم که بر میداشت، یعنی این اصلا پرواز، مثل پرواز بوده در واقع، ولی بر روی زمین حرکت کرده، ولی فقط با حالت پرش میکرد. ولی پرشایش چگونه بود؟ میگه چشمش تا کجا میدید با یک پرش و با یک قدم به اونجا میرسید. میگه هیچ، یعنی این براحتی در چند دقیقه تونسته بیت المقدس را به بیت المقدس برسد که فاصله ما گفتیم مکه مکرمه تا بیت المقدس حدوداً 1500 کیلومتر است. 1500 کیلومتر را ممکنه در مدت چند دقیقه‌ای طی نموده، 4-5 دقیقه، حالا بگو 10 دقیقه، بگو 20 دقیقه، هیچ فاصله خیلی کمی براحتی مسیر را طی نموده. حالا میفرماید من بر اون سوار شدم تا اینکه من به بیت المقدس رسیدم و در اونجا الاغ را بستم. با اونجا یک حلقه بود که همه پیامبران براق را با آن میبستند، منم همین را اونجا بستم. یعنی این نشان میدهد که پیامبران دیگر هم معراجی برای خود داشتند و ثابت میکند که این براق یک الاغی بوده از جانب خدا مخصوص انبیا، فقط انبیا سوار او شدند. این بود که در یک حدیثی در لفظ یکی از الفاظ این حدیث بیان میکند که هنگامی که پیامبر بر آن سوار می شود، میخواد سوار شود، میگه یک کمی فاستصعب علیه، مثل اینکه خیلی حرکت میکرد و جنب و جوش میکرد و خیلی عجله داشت. بعداً جبریل بهش میگوید چه چیزی وادارت میکند این کار رو انجام بدهید؟ ابی محمد تفعل هذا؟ آیا تو با کسی که با محمد این گونه رفتار میکنید؟ فوالله ما رکبك احد اکرم علی الله منه. به خدا سوگند تا به حال گرامی تر از محمد بر تو سوار نشده. تمام، یعنی تمام پیامبرانی که سوار شده اند هیچ کدوم به سطحی که محمد علیه السلام در آن هست نرسیدند. میگه وقتی که اینو گفت ما رکبک احد اکرم علی الله عز وجل منه، هیچ کسی نبوده گرامی تر باشد نزد خدا از رسول الله صلی الله علیه وسلم. فرفض البراق عرقا. میگه براقم وقتی که اینو شنید، میگه واقعا عرق شرمندگی از او خارج شد. یعنی اصلا اینجا انگار میرساند که این براق هم عاقل بوده، اما یک وسیله سواری بوده. بعدن حالا ما نمیتونیم تمام این مطلب را جزئیاتش را بیان کنیم، تقریبا وقت ما هم خیلی کم مونده، این احساس میکنم 4 دقیقه 5 دقیقه بیشتر نمونده. در آسمان اول به آدم میرسد. در اونجا اول از میخواهند که وارد آسمان اول شوند، دق الباب میکنن، در میزنند و میگویم چه کسی است؟ میگه جبریل هستم. میگه کسی همراهته؟ میگه بله. میگه مگر اون کس دعوت شده؟ میگه بله. میگه چه کسی است؟ میگه این محمد است علیه السلام. میگویم بسیار خوب، واقعا مهمان بسیار محترم و گرامی است، بفرمایید. بعداً وقتی که وارد می شود آدم را می بیند در آسمان اول. جبریل می فرماید این پدرت است، بر او سلام کن. اون هم بر او سلام می کند و
فرد السلام، جواب سلام میدهد و میفرماید مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بر فرزند صالحم و بر پیامبر صالح. یعنی چی؟ یعنی تو واقعا فرزند خوبی دارم و پیامبر خوبی هم هست. بعدا به آسمان دوم که می رسد به همین صورتی که در آسمان اول اتفاق افتاد اجازه می دهند و وارد می شود تا در اونجا یحیی و عیسی را در آسمان دوم مشاهده می کند. و هما ابن الخاله، هر دو در واقع دو پسرخاله همدیگر هستند. یعنی مادر یحیی و عیسی خواهر هم هستند. این هم پسرخاله های همدیگر هستند. بعدا میفرماید اینها یحیی و عیسی هستند، بر آنها سلام کن. میگه من سلام کردم و اونا جواب دادند و گفتند مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، خوش آمد میگویند به برادر صالح خود و به پیامبر صالح. بعدا حرکت میکند، از اونجا بالاخره میگذرند و تا به آسمان سوم میرسند و در آنجا در آسمان سوم به یوسف ملاقات میکنند و به یوسف هم سلام میکند و یوسف هم میفرماید و علیکم السلام، خوش آمد میگوید به برادر صالحش و به پیامبر صالح. همون مثل به همه میگویند برادر، تمام پیامبران چون دیگه برادر هستند. و رسول الله میفرماید صلی الله علیه و سلم نحن معاشر الانبیاء اخوه، تمام پیامبران ما برادر هم هستیم. ابونا واحد و امهاتنا شتى، پدرمان یکیست اما مادران مختلفی داریم. یعنی انگار میگوید همه پدرمان یکیست و مادران ما جداست، یعنی همه پسر عموی هم هستیم. پدر کی باشد؟ پدرمون یکی، مادرانمون جداست. دیگه این یعنی مادرمون جداست، ولی میگه برادر پدری هم دیگر هستیم، همگی برادر پدری هم هستیم. در اینجا که به آسمان بعدی میرسد، آسمان چهارم، در اونجا ادریس را مشاهده می کند، بر ادریس هم سلام می کند و اون هم جواب سلام می دهد و میفرماید خوش آمد میگوید به پیامبر، به برادر صالح و به پیامبر صالح، یعنی برادر خوبی هستی. و در آسمان پنجم هم که میرسد در اونجا به هارون را ملاقات میکند علیه السلام، به همین صورت به او سلام میکند و اون هم پاسخ سلام میدهد و به آسمان بله این آسمان چهارم ادریس را دید، در آسمان پنجم هم هارون و در آسمان ششم هم به حرکت میکند و که به موسی میرسد. در اونجا موسی را سلام بر موسی میکند و موسی وقتی که پیامبر را میبیند سلام به او میکند و اونم جواب سلامش میدهد و میفرماید خوش آمد میگوید به برادر صالحش و به پیامبر صالح. اما میگه وقتی که حرکت کردم دیدم داره گریه میکند. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من الان غلامی، یک کودکی، یک اصلا اولا غلام اسم می آورد، میگه یک غلامی بعد از من، غلام یعنی یک کودکی، یک خردسالی بعد از من پیامبری رسیده، الان از امت او تعداد بسیار زیاد و بیشتری وارد بهشت می شوند تا امت من. واقعیت من جوریه. شاید امت محمد صلی الله علیه وسلم، تعداد امت محمد که بیشتر از شکی نیست از تعداد امت تمام پیامبران، شاید الان 8 میلیارد مردم بر روی زمین که تقریبا 8 میلیارد زندگی میکنند همه امت پیامبر هستند. حالا با آمدن پیامبر اونها همه امتی او هستند. حالا این امت حالا 1 میلیارد و حدوداً 700 میلیون تا 800 میلیون پذیرفتند، بقیه نپذیرفتند. انشاءالله اینها هم خواهند پذیرفت کم کم تا هرچی بیشتر برویم
تا انشاءالله 2050 تمام، یعنی اولین دین دنیا بر روی زمین دین اسلام خواهد بود تعدادشون و کم کم اینها خواهند پذیرفت. هر روز ما میبینیم که مسلمانان و مساجد در کشورهای غربی روز به روز در افزایش است و تعداد مسلمان شدن روز به روز در افزایش است. من هفته قبل دقیقاً تو همین کتابخانه یک خواهری، یک خانمی از کشور ایتالیا مسلمان شد و با یک برادر مسلمان ازدواج کردن که من اینها را عقد کردم. فراوانن که به اذن پروردگار هر روز در افزایش و زیاد شدن است. نهایتا در آسمان هفتم هم که به ابراهیم خلیل میرسد و بر او سلام میکند، میفرماید این پدرت است ابراهیم، چون واقعا ابراهیم پدرش اوست، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم از نوه اسماعیل است. اولا ابراهیم که عرب نبوده، اسماعیل هم که عرب نبوده و رسول الله از فرزندان اسماعیل هست. یعنی در اصل که نگاه کنید پیامبر عرب نبوده، یعنی اجداد او عرب نبودند. یعنی اصلا باید بگوییم قریش، طایفه قریش در اصل عرب نیستند، اینها عرب شدند، عرب نبودند. در اینجا به ابراهیم که سلام میکند و اونم جواب سلام میدهد، میفرماید مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمد میگوید به فرزند صالحش و به پیامبر صالح. در اینجا دیگه بعد از این است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بلند می شود، آسمان هفتم را طی می کند و به سدرة المنتهی می رسد که در هفته قبل در مورد سدرة المنتهی مطالبی را بیان نمودم و اون آیات را که مربوط به آن بود بیان کردیم. و در اینجا بود که به نظر من نیاز هست یک بحث دیگری در یک جلسه دیگری به آن بپردازیم. در اینجا خیلی هم طولانی شد، وقتی ما به پایان رسیده است. همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال می سپارم. یک هفته دیگر نیاز هست در مورد این صحبت کنیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.